که من از طرف همه پدر مادر و ظلمی که به شما شد عذر میخوام. نه اختیار دارید. تقصیر ماست. نه اختیار دارید. چون ما درک پدر مادر شدن نمیگی بچهای 5 ساله ما الان تفریح میکنن. آقا 60 کلاس میرن. بچه مدرسه ما 30 تا کلاس داره میره، موسیقی میره، نمیدونم زبان میره، فرانسه میره، همه جا داری میفرستنش. مگه الان داره تفریح میکنه، بچگی میکنه؟ کدوم بچه ما الان داره تفریح میکنه؟ بچه ما الان کدوم وقتش اومده گفته من میخوام بازی کنم نذاریم تو سرش بهش بگیم برو درستو بخون؟ چه وقتی ما بچه‌مون رو دستشو گرفتیم گفتیم پدر بزرگ مادر بزرگ منتظرتن، بیا بریم خونه پدر بزرگ مادر بزرگت، مهمان داریم، بیا بیرون. نه، بچه ما تو اتاق نشسته درسشو میکنه، خیلی هم افتخار میکردیم. نزنید این حرفا رو، ما اشتباه کردیم، ما باختیم، ما به شماها باختیم، ما نسل ما به شماها باخت. من معذرت میخوام به عنوان پدر مادر و به عنوان مادری که الان 55 سالمه، حاضرم دست تک تک شماها رو ببوسم و همین الان بگم معذرت میخوام. ما اشتباه کردیم بچه‌ها، ما اشتباه کردیم. ما فکر کردیم اگه شماها دکتر مهندس بشین کشورها میره رو هوا. نه، ما خودخواه بودیم، فکر میکردیم اگر شماها دکتر مهندس بشید آبروی ما حفظ شد و ما افتخار میکردیم به تک تک شما. اما به شما یه بازاری افتخار نمیکردم، به پسرم که پیک موتوری افتخار نکردم، به دختری که با شهامت میگه من دیپلم دارم افتخار نمیکردم. چرا؟ چون باید مدرک لیسانس و پزشکی میداشت. ما اشتباه کردیم، قبول کنیم اشتباه کردیم. نسل ما بچه ها رو قبول نداشت، اشتباه کرد، بپذیریم.